سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. با ادامه توضیحات وسایل همراهتون هستم. خب امروز میخوام درباره انواع پاک‌کن‌ها باهاتون صحبت بکنم. اولین پاک‌کنی که استفاده میکنم پاک‌کن برقی هستش که ما معمولا پاک‌کن برقی برای نورهای بسیار سفید استفاده میکنیم و نکته های اهمیتی که وجود داره، ما پاک‌کن برقی رو به صورت ضربه‌ای استفاده میکنیم و روی مقوا نمیکشیم. خب همونطور که مشاهده میکنیم داخل مردمک ما احتیاج به یک سفیدی با بافت بسیار قوی داشتیم، پس مجبور به استفاده از پاک‌کن برقی هستیم. همونطور که میبینیم زیر پلکمون مقداری لک وجود داره. خب راحت‌ترین راه برداشتن این لک ها استفاده از پاک‌کن خمیری هستش. خب ما پاک‌کن خمیری قسمتش رو برمیداریم و اون رو به صورت نوک‌تیز میکنیم و به صورت ضربه‌ای از اون روی نقاشیمون استفاده. خب سومین پاک‌کنی که استفاده میکنم پاک‌کن مدادی همون فرشه‌دار هستش. پاک‌کن مدادی رو ما معمولا برای ایجاد بافته با خاکستری روشن یا معمولا در انتهای نقاشیمون برای جزئیات نهاییمون استفاده میکنیم. خب من داخل چشم رو با پاک‌کن برقی براتون انجام دادم. این قسمتی که رگ‌های داخل چشم هستش رو میخوام با پاک‌کن فرشه‌دار همون مدادی بهتون نشون بدم. خب چون ذره بافتمون کم رنگ هستش، من از نخون استفاده میکنم و تیرگی های اون رو زیاد میکنم تا بهتون درجه هر پاک‌کن رو نشون بدم. خب یکم از کار رو تیره میکنیم. حالا همونطور که مشاهده میکنیم از پاک‌کن فرشه‌دار استفاده میکنم چون توان سفید کنندگی اون نسبت به پاک‌کن هم اتودی و هم پاک‌کن برقی کمتر است و سفیدی کمتری و یه حاله بسیار ریزی رو برای ما ایجاد میکنه. خب برای محو کردن داخل چشم همونطور که گفتم ما از قلم‌های ریز استفاده میکنیم که من از قلم‌های پارسال کد 1111 استفاده کردم تو این بخش. خب همراه من باشین برای استفاده از پاک‌کن اتودی توی طرح بعدی. خب این طرحی براتون در نظر گرفتم بهترین حالتی که ما میتونیم از پاک‌کن اتودی استفاده بکنیم برای ترسیم مو و بافتایی که نورهامون کاملا مشخص و واضح هستش. خب پاک‌کن اتودی همونطور که گفته بودم دو مدل داشت، مدل ریز و درشت. من خودم معمولا از برای اقتصادی بودن این کار و به صرفه بودنش از پاک‌کن درشت استفاده میکنم، اما شما میتونین هم پاک‌کن‌های مونوزی رو هم خریداری بکنین، اما خیلی واجب نیستش توی کارمون. اقتصادی بودن خیلی راحت تر هستش. میتونین به راحتی با استفاده از یک کاتر سر اون رو ببرین و نورهایی که احتیاج دارین رو انجام بدین روی طرحتون. خب برای تمیز کردن کارم من از پاک‌کن مدادی همون فرشه‌دار استفاده میکنم چون بافت خیلی قوی سفید کننده قوی رو توی کناره مو احتیاج ندارم و در صورتی که اگه برامون لک‌های کوچیکم ایجاد شده بود که همونطور که گفتم از پاک‌کن خمیری استفاده میکنیم، اما توی این کار چون لکی وجود نداشت از پاک‌کن فرشه‌دار استفاده کردم چون توان سفید کنندگیش نسبت به پاک‌کن اتودی کمتر هستش. خب برای یه بخشی از مو رو براتون توضیح میدم که همونطور که گفتم ما از قلم‌های نشکسته برای این کار استفاده میکنیم که من از قلم پارس آرت کد 1111 شماره 0 استفاده میکنم. حتما حواستون باشه که باید این قلم‌ها نشکسته یا همون در واقع اون چسبی که سرش هستش سمقی که وجود داره باشه و تارهای قلمتون اصلا جدا نشده باشه تا ما بتونیم یک خط صاف رو با اون ایجاد بکنیم. خب یه نکته مهمی که توی ایجاد مو وجود داره و اگه میخواید یه مو رو طرح بکنید که شما حتما نباید یه خط مشکی کامل رو بکشید به صورت
رفت و برگشت از مقدار کمی زغال با استفاده از قلم اون رو داخل طرحتون میکشید و با استفاده از پاکن اتودی کنار تارها رو ایجاد کرده و موی ما به راحتی هر تارش ظاهر میشه برامون. خب من همچنان با یه قلموی بزرگتر برای اینکه بافت مو رو به راحتی بتونید ببینید سایه رو ایجاد میکنم. خب از پاکن اتودی استفاده میکنیم. همونطور که می‌بینید تیرگی هامون ایجاد شده و برای منتظر سفیدی ها هستیم و با استفاده از پاکنی که من با کاتر اون رو بریدم هاله های سفیدمون رو ایجاد میکنیم. یه چیز خیلی مهمی که توی پاکن ها وجود داره اون فشار دست شما هستش. بعد حتما فشار دستتون رو کنترل بکنید، مخصوصا توی استفاده از پاکن برقی. چرا؟ چون وقتی که شما فشار بدید و ضربه از اون استفاده نکنید یه مشکلی، یعنی در واقع یه لکه بزرگی، سفیدی خیلی بزرگی رو توی طرحتون ایجاد میکنه که با قلم و قرار دادن زغال روی اون براتون لکه بزرگی رو ایجاد میکنه و دوباره مجبور میشین با استفاده از پاکن خمیری اون رو بردارید. پس ترجیحاً حواستون باید باشه که فشار دستتون رو کنترل بکنید. خب امیدوارم که این ویدیو هم مثل 2 ویدیو قبلی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم منو در ویدیوهای بعدی همراهی بکنید. ممنونم از توجهتون.